سلام، به قسمت جدید پتو پلنگی خیلی خوش اومدین. من دکتر برین. و منم مان آنجلو و مهمون ناخوندمون در خدمت شما هستیم. دلقکا بذارید منم خودم رو معرفی کنم. تو معرف همه هستی دیگه، بالاخره هر کسی تو زندگیش یه بار نیقلیون رو دیده. پسر جون 70 کیلو اما خودتو تکی حساب کردی یا با وسایلی تو اتاقت؟ بریم سراغ سوالات دیگه. چیه این سری میخوای چه پکیجی ارائه بدی؟ کلمه آسیا کاندومو کامنت کن که مثل همیشه زیر 10 ثانیه برات بفرستم. پس واستا کامنت کنم. خب بریم سراغ سوال اول. اون سری تو اول پرسیدی، بذار این دفعه من اول بپرسم. باشه بپرس. سری قبل از آریان پرسیدم که داستان بیفش با تو چیه، بعد گفت بیا دی ان اس بخرید. ما هم اومدیم خریدیم، ولی بعد واریزی بلاکمون کرد ناکس. فقط ضرر داری میدیم سر بحث شما دوتا چاقون لاغر. حداقل تو بیا بهمون بگو داستان بیفت با آسیا کاندوم چیه؟ چی برده بودیم شمال، نشست عین گاو همه چیپس و پفکا رو خودش تکی خورد. خب این بیف کردن داشت لعنتی. آخه دنگش هم نمیداد دهن سرویس. آها خب حق داشتی. بریم سراغ سوال بعدی. منم موافقم، بهتره که بیشتر این بحث کشش ندی. علی حست راجع به اول بودن چیه؟ منظورت نفر اول بودن تو کالافه؟ خب راستش ببین، نه منظور ماهان نفر اول تو کامنت اجباریه. راستش زیاد با اون کلمه اجباری بودنش حال نکردم. چرا؟ خب میدونی من دارم برای محتوایی که میذارم زحمت میکشم، پس نوشتن یه دونه کامنت هم اونم به صورت اختیاری اجباری نیست به نظرم. بچه بیا پایین بابا، الان باد میبرتت. خب بچه ها مثل این که علیو بردن باش دو سیب بکشن، نذاشتم بچه حرف آخرشو بگه. با ویدیوی دیگر بدرود، لایک، کامنت، سابسکرایب هم یادتون نره. بوس.